آدمربایی یکی از جنایت‌های وزنین و پامال کننده حقوق و آزادی‌های انسان به حساب می‌رود و چنین نمود جنایتکاری در خود عنصرهای تهدید به حیات و سلامتی انسان‌ها را دارست و مقابل آزادی، آبرو و اعتبار شخصیت میباشد. از جانب کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه فرهاد ضمن پیشبرد کارهای اپراتیوی جستجویی 3 نفر از ساکنان ناحیه مذکور با گمان صادر نمودن جنایت آدمربایی و طمع‌جویی دستگیر کرده شدند. این نفران محمد جان فیروز سال تولدش 1995، امام قلوب سهراب سال تولدش 2000 و ارکان قربان سال تولدش 1999 می باشند. این 3 نفر با مصلحت پیشکی ساکن ناحیه فرهاد قلندر حامد سال تولدش 1995 را سانه 17 ینوری سال جاری با راه فریب به اتوماشین سوار کرده گروگان میگیرند و به مکانی به خودشان موافق برده دست و پایش را بسته موردی لتوکوب قرار میدهند و از او مبلغ 15,000 سامانی طلب میکنند. چی خچون باینیم خچونای کلونو این چیزا مرا کشیدن مرا زدن دانش آوردن. بعد فیروز اومده حیدرانی ماشین مرا لتوکوب کرده اینجا با زمین پرتو. بعد اینجا کشیده با پشتی ماشین بردن دست پامو بستن زدنم. سر نداده همینجا مرا گفت که اگر با املیسای و با عدل میرای این کرد خونه میدرم روی سربری را سر میکنم تمام دیگه ما مثال چی نمیکنم. بعدا مرا سر داد با اونجا رفتم سکوچ باندوی دست پاما هوی کردن ما رفتم با سری کوچه را با اونجای چی را دیگر را گشته نتونستم روی سرم فرگشته پیش چمون تورک شد را گشته نتونستم تلفن کم آمدن گرفتم بردن. از سخنان خودی گمان برانبر می آید که نقشه دست زدن به این جنایتی وزنین را محمد جان فیروز از روی خصومت شخصیش با برادر جبر دیده قلندر محمود که گویا در فدراسیون روسیه با طریق زوری هنگامی در مهاجرت مهنتی قرار داشتن برادرش محمد جانف نوروز مبلغ 15,000 سامانی او را گرفته است و دوستانش پیشنهاد نموده است. بردیمش ماشینشون بردیمش با سلخوسیخ کرد در راه سورا با محمد جان و فیروز زنگ زد که ما را گرفتیم من سلخوسیخ کردیم انا بردیمش در اونجا فرام من ماشین ما فیروز آمده انا ای ماشین یا چپلاق شده ای ماشین فرواردش هم خدستاش پسی پیش کرده که خودش هم گفت اکه مرا در مسکو چخلی کردن دستاش پسی پیش خودش مونه که خیلی قپیل ایستاد سوار کردیم اونجا در ماشین خیلی در درمی ماشین ما نمطوی بفنگ دو بار در روش روشنی کردم تلفن ها گرفتم ای دستش و بردیمش هم خیلی جای حدیثت فیروز اومد فرواردیمش دستاش از سکوچ کردیم که هم خیلی کاروچی پرسیده کش مثلا ماسیلت های سموشون کردن قرضه رو باید سموش همه داده بنده در پشت بستگی بون بنده قبیدگی بون که در پیش رسیدگی. نسبت گمان بران محمد جان فیروز امام قلوب سهراب و ارکان قربان در پروکراتور ناحیه فرهاد پرونده جنایتی با ماده های 130 قسم 2 و 250 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.